فرزندان شما به حقیقت فرزندان شما نیستند. آنها دختران و پسران زندگی اند در سودای خیش. آنها از کوچه وجود شما گذر می کنند، اما از شما نیستند. اگرچه با شما اند، اما به شما تعلق ندارند. عشق خود را بر آنها نثار کنید، اما اندیشه هایتان را برای خیش نگاه دارید، زیرا آنها را نیز برای خود اندیشه دیگر است. جسم آنها را در خانه خود مسکن دهید، اما روح آنان را آزاد بگذارید، زیرا روح آنان در خانه فردا زیست خواهد کرد که شما حتی در رویا نیز نمی توانید به دیدار آن فردا بروید. ممکن است تلاش کنید که شبیه آنها باشید، اما مکوشید که آنان را مانند خود بار بیاورید، زیرا زمان به عقب باز نخواهد گشت و با دیروز درنگ نخواهد کرد.